آقایون وقتی برای ازدواج کردن آماده هن که به این درک برسن که هرچی خانومشون میگه بگن چشم، هرچی. آره عزیزم، به همین سادگی. وقتی که فهمیدی دعوا کردن سر رنگ پرده یا چیدمان مبل فقط وقت تلف کردنه، یا وقتی که فهمیدی چشم عزیزم یعنی پایان یک جنگ جهانی قبل از شروعش، اون وقته که دیگه مرد زندگی شدی. ببین عزیزم، زندگی مشترک صحنه نبرد نیست، یه اجرای دو نفره است که یکیتون این وسط کارگردانه و خب معلومه اون خانومتونه. اگه توی دلت 1000 تا دلیل داری که خانومت داره اشتباه میکنه و حق با شماست، ولی بازم با لبخند بگی چشم عزیزم، اون وقتی که واقعا آمادگی کامل برای ازدواج داری. نه به خاطر اینکه ضعیفی، نه، چون میدونی صلح ارزشمندتر از اثبات حقه. پس اگر کسی ازت پرسید که آیا آمادگی برای ازدواج داری، قبل از اینکه بگی آره، ببین به این درک رسیدی که تا آخر عمر بتونی بگی چشم عزیزم.